پهلوان تاجیک سامان محمدبیکوف روز 4 مارس سال 2023 در روز دوم مسابقات بین المللی گشتین زودو تاشکند گراند سلام 2023 در پایتخت ازبکستان در وزن تا 81 کیلو با 4 پیروزی و 1 شکست برنده جای سوم و مدال برنجی این مسابقات شد. او همچنین از جانب فدراسیون بین المللی زودو 1500 یورو جایزه نیز گرفت. بنا به اطلاع ژورنالیست خلوتچو محمود، سامان محمدبیکوف در دور اول یک پهلوان مصری را شکست داده، بعدا ورزشگر اوکراینی را از سر راهش برداشت. سامان پهلوان در قسمت چهارک نهایی باشد گشتینگیر ازبک شرافالدین بولتابایف را مغلوب کرده به دور نیم نهایی برآمد. در دور نیم نهایی سامان محمدبیکوف با شامل برجشویلی که 28 سال داشته، اصلش از چچنهای گرجستانی است و از نام افسر نمایندگی میکند، وارد رقابت شد. متاسفانه در این رقابت بخت پهلوان تاجیک آمد نکرد. سامان سپس تلاشش را برای نشان برنجی ادامه داده. از قضا در این راه با برادر شامل برجشویلی وجید برجشویلی که او هم از افسر نمایندگی میکند دست و پنجه نرم کرد. این دفعه سامان به رقیبش شانس نداد و با مهارت خاص او را شکست داد. در این مسابقات تاشکند گراند سلام 2023 که از 3 تا 5 مارس در تاشکند با اشتراک 364 ورزشگر از 48 کشور دایر می شود، تاجیکستان را تحت رهبری مربی ژاپنی تامورا تورو 13 ورزشگر 11 مرد و 2 بانو نمایندگی می کنند. مدال برنجی سامان محمدبیکوف دومین مدال پهلوانان تاجیک در مسابقات تاسکولای بزرگ تاشکند است. در روز اول مسابقه ها امامعلی نورعلی در وزن تا 66 کیلو توانست مدال طلا به دست بیاورد. متاسفانه 7 پهلوان دیگر تاجیک نتوانستند در تاشکند به مدال ها نائل شوند. روز 5 مارس در روز نهایی مسابقات تاشکند باز 4 پهلوان تاجیک به میدان میبرآیند. 90 کیلوگرم جهانگیر مجیدوف، 90 کیلوگرم کامرانشاه استوپریان، 100 کیلوگرم ابراهیم المرادوف، 100 کیلوگرم تیمور رحیموف. با آنها در این مسابقات برای کار آرزو میکنیم.